مردی به پیامبر خدا حضرت سلیمان مراجعه کرد و گفت: ای پیامبر، میخواهم به من زبان یکی از حیوانات را یاد دهی. سلیمان گفت: تحمل آن را نداری. اما مرد اصرار کرد. سلیمان پرسید: کدام زبان؟ جواب داد: زبان گربه ها. سلیمان در گوش او دمید و عملاً زبان گربه ها را آموخت. روزی دید 2 گربه با هم سخنی می گفتند. یکی گفت: غذایی نداری که دارم از گرسنگی می میرم. دومی گفت: نه، اما در این خانه خروسی هست که فردا می میرد، آنگاه آن را می خوریم. مرد شنید و گفت: به خدا نمی گذارم خروسم را بخورید، و آن را فروخت. گربه آمد و از دیگری پرسید: آیا خروس مرد؟ گفت: نه، صاحبش آن را فروخت، اما گوسفند نر آنها خواهد مرد و آن را خواهیم خورد. صاحب منزل باز هم شنید و رفت گوسفند را فروخت. گربه گرسنه آمد و پرسید: آیا گوسفند مرد؟ گفت: نه، صاحبش آن را هم فروخت، اما صاحب خانه خواهد مرد و غذایی برای تسلی دهندگان خواهند گذاشت و ما هم از آن میخوریم. مرد شنید و به شدت برآشفت. نزد پیامبر رفت و گفت: گربه ها میگویند امروز خواهم مرد، خواهش میکنم کاری بکنید. پیامبر پاسخ داد: خداوند خروس را فدای تو کرد، اما آن را فروختی. سپس گوسفند را فدای تو کرد، اما آن را هم فروختی. پس خود را برای وصیت و کفن و دفن آماده کن. خداوند الطاف مخفی دارد، اما ما انسانها آن را درک نمی کنیم. او بلا را از ما دور می کند و ما با نادانی خود آن را بازپس می خوانیم.